سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش اومدید به اولین ویدیو چنلمون. آقای متین هستم. کوروشم سینام و نمیدونیم میخوایم چه گویی بخوریم تو اولین ویدیو. آره برنامه‌ای نیست. ما چند بار خواستیم استارت بزنیم این کارو، یعنی خود من استارت زدم ولی خب هیچ کی همراهیش نکرد. آره هیچ کی همراهی نکرد و به معنی واقعی کلمه لیترالی ریدم. داشت من بودم تو ویدیو. منم بودم. آره نه تو نبودی. چرا ماینکرافتش بود؟ صدات نمیومد یه میکروفونی داشت، خب صدای همه چی میداد جز صدای خودش. از 6 کیلومتر از میکروفون فاصله میگرفت ولی خب آره. صدا رو داشتیم ما. آب خوردن تو روده میمون. مثلا من موقعی که باید ویدیو رو ادیت میکردم اینجوری بود که باید صدای رو قطع میکردم، جایی که این صحبت نمیکردم میآوردم تو ویدیو. ما که اینجاییم خب خون دلها خورده ایم به لیترالی معنای کلمه، غیر از اینه خون دلها اینجوری سر کشیدیم. نوش جان. نوش جان. و خلاصه کار که امیدوارم همراهیمون کنین، اذیتمون حداقل شما نکنین. پولشو میگیریم. همین پول همینو میگیریم. ببین تویی که داری ویو میزنی داری کرایه منو میدی، کرایه منو ندی من دهنت سرویس میکنم. من کار ندارم، اینجا اجاره است. آره خب اینجا اجاره ایه، پول نداریم. اجاره تموم بشه بعد تو خیابون بگیریم. ریمیت هم میذاریم. بعد شماره کارت میدم. یه داستانی که هستش اینه که رسما هیچ کدوم هیچ ایده نداریم باید چیکار کنیم. نه وایسا هدف چنل رو بگم. بگو من خودم نمیدونم هدف چنل چیه. نه دیگه هدفی که بخواد پیش بره جلو چه ویدیوی داخل ویدیو چیز چنل بذاریم از ریاکشن، درسته؟ تایید کنید. از یه پادکستوری خیلی ریز مثل همین الان. حالا فقط با موضوعات اتفاقاتی که در مثلا یه هفته‌ای که برامون افتاد پشت ویدیوها رو میگیم. مسابقات چالنجی با حالا مجازات و گردونه و چطور پول نداریم. من یه ایده دارم، مثلا دارم میگم خب یه چالنجی بذاریم، خب هر کی اون چالنج رو باخت یه گیوتین میذاریم اینجا سرشو بزنیم. بعد میدونی هر چی تعدادمون کمتر شد یه نفر جدید اضافه میشه. نه ایده جالبیه، ایده قشنگیه. مثلا متین مرد ویدیو اون یکی متین نه خود ویورا یه نفر جدید میاریم، بعد ماها کلا میریم چنل واگذار میشه کلا. من کار ندارم، میخوام اینجا آهنگ بزنم برات همراهی کنی. من میزنم تو به نه یکی بذار اسم بگیرم. این چیز داره وایسا جام بده. کوکه کجا فهمیدی؟ صداش کوکه. دخترها همه ناز هستن، انسانای خاص هستن، من که فداشون بشم چون خیلی دخترها آس هستن. جدیه؟ ببخش. هدف اینو نمیدونم برای چی. هیچ کدوم دستتامون هم بلد نیستیم. در حال یادگیری هم ولی یاد نمیگیرم. 5 ساله. 5 سال. من همیشه میخوام بخرم یاد بگیرم. خب بخر یاد بگیر. همیشه ویدیوهاشو نگاه میکنی. همیشه تو رویاهاشه باهاشه. آره هایزنبرگ میشناسمش، ساپورتش کنین داداشم. نفوس مسکن. آره راست میگه، یه دونه هایزنبرگ تو گوهردش هست اینجا. بفهمم یه ذره معرفی کن. آره از خودت بگو برادر. خودت بگو برادر. خودم بگم آجی من هیچی جز گیم زدن ندارم. هیچ ایده جز گیم زدن نداری یا هیچ؟ هیچ کاری به غیر از گیم زدن ندارم. هر روزم گیم میزنم. گیم میزدی یا گیم میزدی؟ گیم میکنم. گیم میکنی؟ اینا رو داره الان رو میکنه. آره نمیگفتم. آقا منم بیام. یه موضوعی رو من اینجا مطرح کنم راجع به این مکان زیبا. اینجا نه اینترنت موبایل هست، یعنی آنتن نداریم، خب نه اینترنت ADSL، خط تلفن هم نداریم و
به صورت کاملا زیبا دست اینجا خدا داره میایم. ویدیو رو آره می‌بینه. اینجا خب که بدبختی. میایم مثل عصر حجر میمونه با دود نامه میفرست. اینجا اینترنت ADSL یا VDSL فیبر نوری که اینجا نداره اصلا. اوه، یعنی بابا. نوری که بیخیال داره. اون بش. اگه جواب میداد داشت. آره داشت. میتونیم درخواست بدیم اونه ولی درخواست دادیم. درخواست دادیم. عمو جواب نداد. زنگ زدم بهش جواب نداد. آره عمو پیشگامان. بعد VDSL احتمالاً اینجا ران کنیم، اگر ران بشه قراره سیستم خودم هم بیارم اینجا سیستمی که بچه‌هاست برای ما نیستش، سیستم خودم هم میارم، بچه‌ام دیگه سیستماشونو سیستم میارن. ما اون نداره. آره دیگه میدونی کمونیست برادر. بعد آره VDSL که اینجا راه بیفته احتمالاً خیلی زیاد براتون استریم بود. آره استریم هم میذاریم، گیمینگ میذاریم، چیل اصلا همینجوری آره استریم میذاریم چتینگ. همونجا اگر چتینگ. باشید تو استریم میتونید بگید که حاجی چیکار صبحان کنید. الان پیام داره میاد تلگرام با این وزنت. معرفی کن داداش راست میگه. من گفتم من بیکارم، علافم. تو هم یه چی بگو. به اسم رب القاسم الجبارین زین سلام و عدد هم آفرین کوروشم. چیزی دیگه نمیخوای بگی، فقط کوروش. آقا من خواننده‌ام، شعر می‌نویسم، تو کار موزیکم. خب بعد گفتم اینم شروع کنم ببینم یه گندی هم به اینجا بزنم. در همین حدم من بدونیم، بقیه‌اش سورپرایز. من متین هستم. من در از هیچ کارم، ایشون خواننده بود، من هیچ کارم. و نزدیک 4-5 ساله میخوام یوتیوب شروع کنم ولی کامپیوتر ندارم. احتمالاً در آینده اگر اینجا راه بیفته خودم هم یه جای دیگه شروع میکنم که حالا برای بعد هاست. این هم حالا برای خاطره بودن و نمیدونم ویدیوهایی که برای قشنگی اولین ویدیو اولین چنل ویدیو باشه. بمونه، اگر گرفت بمونه. آره بمونه، هم خاطره میشه هم بعدها که ویدیو میخوایم ریاکت بگیریم در مورد الان برای اون موقع مثلا تو که وسط نشستی آره اون موقع که کچل کردی میبینم. آره ها این ویدیو هم برای اون موقع میشه و احتمالاً حالا کلاسای موزیکی آنلاین. میبرم، کلاسای آنلاین. آره استریم مثلا کلاسای موزیکی پارت برم. 784 روم کلاس های آنلاین رو میخوام آره. براتون بذارم. فرشاد سایلنت بیبی. آره کلاسای آنلاین گیتار رو برم. احتمالاً حالا اگه موزیکاشو گوش بده احتمالاً اگر بشه یاد گرفتم تو موزیکاش بزنم. پرودیوس. نه دیگه در اون حد. آره اوردیوس که اووردوز. گیتارهای آهنگشو بزنم، حالا تنبک هم دارم میارم تنبک و به بلدی. احتمالاً حالا حاجی چقدر کار میخواد بکنه. من تنها کاری که میخوام بکنم اینه که گیم بزنم با آره دوستان. این فقط هستش که باشه. من هستم که باشم. تو چنلامون چی میگم تو چالنزامون ممکنه تو بازی و اینا 3 نفری اشغال کنن. یه کانتری یه آها گیم آها گیم. آره گیم. آره دیگه تموم شد. ترکش خسته نباش. خسته نباش. از اول ویدیو 10 بار خب دیگه بس.